با آرزوی استجابت دعاهای پرفیض امام چهارممون در حق هممون، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، میریم به استقبال آغاز گفتگو با استاد عزیزم حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی عزیز که این نوبت هم قدم به چشم حقیر گذاشتن. آقا سلام، خیر مقدم، خیلی خوش آمد. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. مخلص شما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث ما در رخدادهای قبل از قبض روح بود. از دوستان سوال کنیم که چند تا از این رخدادها را تا حالا گفتیم. اگر الان تو ذهنتون هست که هست، اگر نه برید مطالعه کنید، پیدا کنید ببینید چند تا را گفتیم. خیلی خوب، من پنجمیشو میگم. خیلی خوب. پس 4 تا رو گفتیم. 4 تا رو فرمودید. بله. پنجمین رخداد اینه که بعضی ها اونجا که چشمشون باز میشه حقایق عالم برزخ رو میبینن، این معاینه اتفاق میفته، میگن که پروردگار دستور میدن برم گردونن. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. پروردگار دستور میدن برم گردونن که چی بشه؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. کاری که انجام ندادم برم اعمال صالحی که انجام ندادم برم انجام بدم. نمازهایی که نخوندم برم بخونم، روزهایی که نگرفتم برم بگیرم. اون انفاقهایی که باید میکردم، واجباتی که باید انجام میدادم انجام ندادم، اون اعمال صالحی که باید انجام میدادم و انجام ندادم برم انجام بدم. به نظر شما جوابشون چیه؟ به نظرم میگن آقا وقت بنزه کافی داشتی دیگه، هر کاری می‌خواستی بکنی، هر چی می‌خواستی بگی گفتی دیگه، امکانش نیست. نه دیگه، برایش خبری نیست. کلا. آره. کلا انها کلمتون هو قائلها و من برائهم برزخ الی یوم یبعثون. یه حرفی بی خود داره میگه. در جاهای دیگه داره که ولو ردو لعادوا لما نهوا عنه. برش کردیم باز همینه. 40 سال 50 سال بهش مهلت دادیم، دید که عمش مرد، دید که عموش مرد، اینا همه رو تشییع جنازه کرد. در واقع دارم که وقتی که کسی رو تشییع جنازه میکنید خودتون رو منزله اون جنازه قرار بدید. این جنازه منه که تشییع میشم. بعد اونجا بگید رب ارجعون، همین آیه قرآن، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. در جواب خودتون نگید کلا، بگید بلا، برگرد ببینم چیکار میکنی. قول برگشتی. شروع کن از اول. چیکار می‌خواستی بکنی؟ نه، بهش میگن نه، بازگشت خبری نیست. این حرف بیخودی که داره که انها کلمتون هو قائلها. برش هم گردونین همینه. چون اگه همین نفس برگرده، این همون نفسی است که 70 سال بهش فرصت دادیم. اگه یه نفس دیگه برگرده، خب چه ربطی به این داره؟ یه نفس دیگه برگشته دیگه. مقابل اینها برزخی تا روز قیامت. پس دیگه برگشتی خبری نیست. از این پل باید عبور کنه تا بره اون طرف که اسمش برزخه، بمونه تا روز قیامت به حسابش رسیدگی بشه. پس این همگانی نیست. بعضی ها سیاق آیات مال کفار این هاست. این آیه 99 و 100 سوره مؤمنون بود که من خوندم. سیاق مال کفار و انسان‌های مشرک. پس بعضیا تقاضا میکنن برگردن به دنیا. وقتی که اون صحنه ها رو میبینن که جوابشون نخیر، حتما برگشت در کار نیست. یکی دیگه از رخدادها اینه که بعضی اون موقع تازه بیادشون میاد که میخوان توبه کنن. فرعون وقتی که غرق میشد گفت که آمنت برب هارون و موسی، آمنو بنو اسرائیل. گفت اونه که منم به هم خدای بنی اسرائیل ایمان آوردم. در حال غرق شدن. و الان فقط اسیت من قبل، حالا 400 سال بهت مهلت دادیم، این همه نافرمانی کردی، حالا که 400 سال عمر کرده بود. 400 سال فرعون هیچ درد و مرض هم بهش نرسید. عجب. که گفت انا ربکم الاعلی. خب بعضی اون موقع یادشون میاد که خب باید توبه میکردن. یه چیزی بگم، ببخشید، این یادم بعضی اون موقع یادشون میافتاد که باید توبه میکردن. 400 سال فرعون عمر کرد و هیچ درد و مرضی هم خدا بهش نداده بود. پس نتیجه میگیریم اگه خدا به کسی درد و مرضی نده، همچین خیلی چیزی هم انگار نعمتی نیست، چون همین باعث متکبر شدنش شده بود انگار. این همون استدراجه. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. این همون استدراجه. خب اون موقع تقاضای توبه میکنن. لیست التوبه
للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان. اون گناه میکنه، موقعی که مرگش فرا میرسه می همین الان توبه کردم. لیست التوبه. عرض کنم که چرا؟ چون دیگه شما بعث رو دیدی. تو قرآن داریم که وقتی اینا بعث رو میبینن اون وقت میگن که ایمان آوردیم، ایمان خالص آوردیم، توبه کردیم. نه دیگه بعد از دیدن عذاب دیگه توبه اینا فایده نداره. اینم یک رخ داده در قیامت. در بعد از چیز داریم که بیشترین فریاد اهل جهنم از تصفیفه. تصفیف یعنی چی؟ یعنی میگه سوف اتوب. حالا که جوانیم بعدا پیر میشیم توبه میکنیم، فردا توبه میکنیم. همونطور توبه به تأخیر انداخت تا اجلش رسید. وقت توبه تموم شد، اونجا بیشترین فریاد و زجه و نالشون از اینه که چرا توبه رو تأخیر انداختن. از شنبه شروع میکنم ان شاء الله. از شنبه، ولی چند سال گذشته هنوز این شنبه نیومده. یعنی همون تصفیف. بله تصفیف یعنی سوف گفتن. بله. سوف اتوب و تا میمیره. خب پس ما 6 مورد از اون رخدادهای قبل از مرگ و خدمت دوستان گفتیم. راجع به مرگ صحبت دیگه خواهیم داشت. آقا ممنونم، دست شما درد نکنه. و اگر اجازه بدین یه فاصله بگیریم و برگردیم سوالات مردم رو بپرسیم با افتخار. بفرمایید. خب خیلی ممنونم که دارید تماشا میکنید برنامه خودتون رو. با افتخار پیش روی شما هستیم و سوالات شما رو میپرسم از محضر استاد عزیزم. این که میگن ارواح، خصوصا ارواح مؤمن، دستشون در اون دنیا بازتره، یعنی چی؟ بله، یعنی اینکه اشرافشون، اطلاعشون از خانوادهشون بیشتره. اونجا هر وقت اراده میکنن، با هر کس که اراده میکنن که بخوام دید و بازی داشته باشن، دستشون بازه. اینکه چه غذایی مثلا، چه لباسی، چه دستشون بازه از این چیزا. و بیشتر همون که بگیم اختیار بیشتری دارن. این برمیگرده به اون که هرچی که وجودشون بزرگتر هست، سعی وجودی بیشتری دارن، به همون میزان برخورداریشون از عالم برزخ و تنعمات برزخی بیشتره. از جمله همین زیارتی که از نعمت‌های برزخ، همین زیارت دیگه که انسان هر وقت دلش خواست باید خدمت امام حسین برسه. بله اون دیگه خیلی خود بهشته. بله لذت بالایی است. هر وقت مثلا فرض کن که اون عزیزی که از دست داده بود که چقدر ناراحت بود، طرف یادش میامد، دلش آتش میگیره. هر وقت اراده میکنه پیششه، با هم صحبت میکنن، با هم گفتگو میکنن. اینا بر حسب اون ایمان و عمل صالحی که انجام دادن دستشون بازتر میشه. خیلی خوب. در برزخ و بعد از قیامت ارواح میتونن با ارواحی که دوست دارن یکی باشن؟ مثلا میشه خانواده‌ای که اینجا بودن و همشون فوت کردن اونجا هم کنار هم باشن؟ اگر بخواهن بله، این فرصت براشون هست. اینا داشته باشن دوستان که اینا بستگی داره به این که چقدر اینها مقامشون چقدر باشه. خب حالا سوالی که ما از دوستان عزیز بینندمون داریم این سوال اینه که اگر ما بپرسن برزخ کجاست و برزخ کی؟ تو برزخ آیا انسان ها مثل دنیا هر کار دلشون بخواد میتونن انجام بدن یا محدودیت هایی دارن؟ 3 سوال پرسیدین دیگه. خب عرضم حضور شما که نمیدونین بعد مرگ چه اتفاقاتی میفته، همه گفتهاتون بر اساس حدس و گمانه. بذارید مردم راحت زندگیشونو بکنن. این سفارش یک بیننده بزرگوار بوده به من و شما و عمدتاً به شما. شاید این که حدس و گمان اینجوری نیست. بله، که ما میگیم مدرک سند داره، یقین آوره، حدس و گمان نیست. پس این درست نیست که ما از روی حدس و گمان میخوایم حرف بزنیم. واقعا منبعی که ما ازش استفاده میکنیم خیلی قوی تر از اون چیزی که انسان با چشم ببینه، با گوش بشنوه، با دست لمس کنه. چون این علم حصولی ضعیف، اون علم وحیانی است. ما قرآن رو بیشتر از چشم خودمون قبول داریم. اون چه قرآن گفته از اون که ما میبینیم خیلی یقینی آورتره. پس این که حدس و گمان باشه نه. این که بذارن مردم زندگیشونو بکنن، بله ما هم میگیم مردم باید زندگی بکنن، منتها چطور زندگی کنن؟ زندگی کنن که هم دنیا خوشبخت باشن هم آخرت، یا نه
طوری زندگی بکنن که خسرت دنیا و آخره باشن که ذالک هو الخسران. فقط سوال اینجاست. بله میخوایم که مردم زندگی بکنن، خیلی هم دوست داریم که مردم زندگی بکنن، منتها زندگی سالم، زندگی عاقلانه، زندگی عالمانه، زندگی که هم دنیاشون خوب باشه، زیبا باشه و لذت بخش باشه و از این بالاتر آخرتشون زیبا و لذت بخش باشه، یا نه زندگی که هم دنیاشون خراب باشه هم آخرتشون. این بحث ها هم دنیا رو درست میکنه هم آخرت رو. کسانی که معاد رو قبول ندارن، این بحث ها رو بر نمیتابن، هم دنیاشون خرابه، چون وقتی که عالمی بعد از این عالم تصور نمیکنه این به پوچی میرسه. برای چی زندگی بکنم؟ یه سیکل مسخره ای رو چند سال طی بکنم؟ کار کن، نون درار، بخور، تخلیه کن، باز حرکت از نو. چند سال؟ 1 سال، 2 سال، 70 سال؟ ببخشید همون کاری که حیوانات هم میکنن. بدتر از اونها، بدتر از اونها. یه سیکل نامفهومه. آره. کسی که اون طرف رو قبول نداشت بشه اینجوری است دیگه. دنیا غیر از این که نیست. بله. همین دوره، همین سیکلی که من عرض کردم. بله. پس این حرف ها میخواد که به انسان زندگی ببخشه، میخواد انسان زنده کنه. قرآن فرمایی که لیحییکم، ما میخوام شما رو حیات بدیم، میخوام زنده تون کنیم. کسانی که این چیزا رو ندارن مرده هستن. بارها تو قرآن داریم. به پیامبر میگه تو داری با مرده ها صحبت میکنی؟ اینا کرن، کورن، گنگن، در حالی که زنده هستن، زنده و گنده. چرا؟ چون باور بر معاد ندارن، خدا رو باور ندارن، معاد رو باور، اینا حیات ندارن. این اصلا کار قرآن، کار دین اینه که انسان رو زنده بکنه. پس ما هم میگیم مردم زندگی بکنن، منتها اونچه که قرآن میخواد زندگی حیات طیبه. از همه آزاد باش، لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا. حق نداری بنده کسی باشه، از همه چی آزاد باش، فقط بنده خدا باش. ما هم طرفدار آزادیم، ما هم طرفدار زندگی هستیم، منتها حیات طیبه. زندگی که هم دنیاش درست باشه هم آخرتش درست زندگی باشه. خدا خیرتون بده. بریم اگر صلاح میدونین یه فاصله بگیریم و برگردیم و فکر میکنم محضر نورانی قرآن کریم باشیم و آیه یا آیاتی رو با هم دیگه مرور بکنیم، یه ذره سرحال‌تر بشیم و برگردیم و ادامه طرح صحبتشون بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیه 35 سوره مبارکه انبیا رو با هم دیگه تلاوت کردیم و خدا رو هم از این بابت شکر میکنیم که چنین فرصتی رو به ما عطا کرد. تبیین آیه باشه با استاد عزیزم استفاده کنیم. بفرمایید. بله، بر حسب این آیه خب هر نفسی مرگ رو خواهد چشید. بله. این چشیدن خودش آره این یه نکته ظریفه. آره، که از وجودی بودن مرگ حکایت داره که مرگ وجود داره، چیزی که نیست که انسان نمیچشه، که باید ماهیت وجودی داشته باشه. این که نفس، همین که نفسه حتما مرگ خواهد داشت. و این که مرگ افراد فرق میکنه، هر کس مرگش به حسب خودشه، هر نفسی مرگش به حسب خودشه، فرق میکنه. 2 تا نفس پیدا نمیکنید که اینها یک مرگ داشته باشن. و این که مرگ خیلی هم بد نیست، انسان معمولا تلخی رو نمیچشه، مزه بد رو نمیچشه، دنبال چی میگرده؟ مزه خوب، خوش، شیرین بچشه. دلچسب. پس مرگ ماهیتش ماهیت بدی نیست که انسان آره از این مثال استفاده کرده قرآن اینجوری برمیاد، چشیدن. بله. و انگار مثلا به اون کسی که میخوان روش رو بگیرن چیزی میدن میل میکنه، انگار بله. مثلا میچشه. آره. مزه میکنه بعدم میره. آره. بله. خیلی خوب. خب عرضم به حضور شما که در زندگی برخی از اولیاء خدا و افراد نیکوکار میبینیم که از زمان مرگ خودشون آگاهن. شنیدیم هممون هم، راست میگن. اولا آیا این ممکنه و اینکه این موضوع منافاتی با توحید نداره؟ بله ممکن هست. این از طریق الهام بهشون الهام میشه، هیچ مشکلی نیست که به طریق بهش الهام میشه که مثلا دستات جمع کن که خیلی نیستی اینجا. شهید صدرزاده گفت من تاسوعا پیش از عباسم. بله. حالا بچگی هم که به معجزه از عباس شفا گرفته بود و زنده مونده بود و زندگیش هم خرج از عباس کرده بود و بعد رفت شهید مدافع حرم شد.
یه خورده مونده بود به تاسوعا، داشت حرف میزد، ضبط شده، میگه من تاسوعا پیش از تاسوعا شهید شد. بله. از این موارد زیاد داریم که از طریق الهام بهشون منتقل میشه که خواهد برید، پس امکانش هست. با توحید هم منافات نداره چون از طرف خداست. اگه دکان دستگاه دیگه بود، از یه جای دیگه دریافت میکردن این خبر رو، علی رغم خواست خدا، این خلاف توحید بود. این خدا نمیخواست که این کی میخواد بمیره، این زمان رو بدونه و این دونست، پس این خلاف توحیده. بله. اما نه، مبدأ خود خداست. خود خدا یا بهش الهام کرده یا تو خواب بهش نشون داده. حالا اینکه چرا این الهامو کرده یه بحث دیگریه. بله اون دیگه حالا مثلا لزوما هم لازم نیست اون کسی که این حرفا رو میگه حتما آدم برجسته و ممتازی باشه. نه. انسانی معمولی هم گویا این اتفاق براش ممکنه. که حالا فلسفه‌اش چیه اون دیگه بحث مفصل‌تری لازم داره و به جزئیات باید پرداخت. از راه‌های مختلف این مطلب بهش منتقل میشه. گاهی میگه دلم چنین میگه، گاهی که همون الهام باشه، گاهی مثلا در عالم رؤیا مطلب رو میبینه و یقین میکنه، و گاهی از طرق دیگر حتی ممکنه که از کنم که از اولیاء خدا کسی بهش حالا روی یا غیر مستقیم مطلب رو بهش برسونه. ما بابامون از اولیاء خدا نبود، مثلا نمیدونم شاید هم بود ما خبر نداشتیم. عرضم حضور شما که ولی چند روز پایانی که تو بیمارستان بود، خب بیمارستان زیاد رفت و اومده بود، اما هم به من گفته بود هم به فامیلمون گفته بود که این بار فرق میکنه دیگه، من دارم میرم دیگه. قشنگ سفارشش رو میکرد و اینا. یا یکی دو نفر دیگه که من اتفاق افتاد بالا سرشون بودم تا چند روز قبلشون، قشنگ الهام شده بود بهشون که دارن میرن. حالا با تعبیر شما این دلایل مختلفی میتونه داشته باشه که چرا این اتفاق میفته. خدا رحمت کنه همه رفتگان و پدر حقیرم من هم همینطور، برای آمرزش و شادی روح همه اموات ما حالا همش داریم یاد میکنیم ازشون. همین الان یه صلوات بفرستیم با هم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. 2 سال دختر عزیزم رو در سن 17 سالگی از دست دادم. ای وای، خدا صبر بده، روشون شاد باشه. میگن خاک سرده و آدم فراموش میکنه. به خدا روزی بیشتر از روز دیگه داغ داریم. چه کار کنیم که آروم بگیریم؟ بله. صبر. چند نکته رو عرض میکنم. آقایون اسلام رفتن دادن یکی از دوستانشون که اصحاب حضرت که عزیز از دست داده بود، جوان از دست داده بود، ازش پرسید که ایشون قبلا مسافرت نمیرفت. گفت چرا آقا، مسافرت هم میرفت. فرمود خب اینم یک سفره مثل بقیه مسافرت ها، یا او برمیگرده پیش شما آره. یا شما میرید پیش او، پس دیگه قصه نداره. یه سفر کوتاست، یه سفر خیلی کوتاه، از این طرف پل به اون طرف پل مسافرت میکنن. نکته بعدی این که توجه داشته باشید، اون الان هر جا که باشه حتما از حال شما خبر داره و تعجب میکنه که چرا مادرم قصه میخوره، من که وضع بین خوبی دارم، من که جای بین خوبی دارم، من که واقعا تعجب میکنه که چرا مادر قصه میخوره، چرا پدر قصه میخوره، چرا اینا عزادارن. باید شادی کنن که من انقدر وضع خوب دارم، جایگاه خوب دارم. ما چند تا پیشنهاد میکنیم برای این خانواده و همه عزیزانی که عزیز از دست دادن. یکی در روایت داریم که وقتی که مصیبتی به انسان وارد میشه که در خود قرآن هم هست، این جمله رو تکرار بکنن منتها با توجه: انا لله و انا الیه راجعون. تو خود آیه هم هست: ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. وقتی که مصیبتی بهشون وارد میشه میگن انا لله و انا الیه، آرام میکنه انسان رو. فاولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. صلوات خدا بر اینها باد که با انا لله و انا الیه راجعون خودشون آرام میکنن و به خدا توجه. میگن ما از خدا هستیم، سوی خدا هم برمیگردیم. امانتی بود پیش ما، بودیم مدت از وجودش برخوردار بودیم، لذت میبردیم، امانت رو به صاحب امانت پس دادیم، دیگه چه نگرانی داریم، امانت به اهل خودش رسید. این انا لله و انا الیه راجعون رو با توجه بگن. صلوات خدا بر اینها باد، رحمت خدا بر اینها باد، اینا هدایت شده هستن. مطلب بعدی که عرض میکنم، یک کتاب شهید ثانی داره. شهید ثانی
چون برای خدا قلم زده همه نوشتهاش اثرگذاره. یک کتابی شرح لمعه اسمشه، بله. استادش لمعه رو نوشته، ایشون هم شرح کرده. از لحاظ خب پژوهش و علمی نمیشه گفت مثلا این خیلی زحمت زیاد و کار خیلی زیاد برده، نه، فقهی بوده، اصل و استاد نوشته، شاگردم شرح کرده. ولی این کتاب انقدر پربرکته که هر طلبه، همه طلبه ها میخوننش، همه باید بخونن که فقه یاد بگیرن. بله. چون یک کتاب داره به نام منیت المرید فی آداب المعلم و المستفید. بنده کتابی در تعلیم و تعلم بهتر از این کتاب سراغ ندارم. تعلیم و تعلم در اسلام، از در اسلام بسیار عالی است. این کتاب مسکن الفؤاد مال ایشون بود؟ همینو میخوام عرض کنم. آره. ایشون کتابی داره به نام مسکن الفؤاد. ایشون هر چی که بچه خدا بهش میداد این از دنیا میرفتن. این داغ دیده به تمام معنا. آخه اون وقت نشست و از آیات و روایات این کتاب رو نوشت. از جانش برخواسته در واقع. کافیه که این خانواده محترم در 15 صفحه از این کتاب بخونن. منتها حالا ما توصیه میکنیم که هم متن رو بخونن هم ترجمهش. این کتاب به صورت مختلف چند جور ترجمه شده. یکیش فکر کنم اسمش آرام بخش دل هاست. همین ترجمه مسکن الفؤاد رو تو اینترنت هم هست، یعنی میتونن از فضای مجازی هم دریافت کنن و بخونن. پیشنهاد میکنیم که بخونن تا ببینن که چه ذخیره اونجا دارن و به ازای این مصیبت خدا بهشون چی میده و خلاصه اون اوضاع احوالشون از روایات استفاده کرده، بهترین روایات اونجا جمع کرده شهید ثانی و آورده. اینم یک توصیه ما که پس انا لله و انا الیه راجعون رو زیاد بگن و این کتاب رو تا 15 صفحه اولش رو بخونن. حالا این ذکر هم به نظرم آرام بخش از ذکر شریف لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم آرام بخشه. و صبح به صبح هم دست رو قلب بذارن بعد از طلوع فجر و این اسم شریف یا فتاح رو زیاد بگن تا قلب باز بشه و قلب سعه پیدا بکنه و قلب آرام بشه. بسیار خیلی ممنونم استاد، مثل همیشه خیلی استفاده کردیم. خدا اجرتون بده و عواملی ندارین، محبت دارید، مخلصی محتاجیم به دعاتون. تشکر فراوان بابت همراهیتون. خدایا تا پاکمون نکردی خاکمون نکن. به حق محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. اللهم آمین. یا حق.